چینت خوش دیگران در کجایند؟ نمیدونه؟ چی خیلی نمیدونه؟ الکه 5 دقیقه درس گذشته است بعضی از آنها درک نیست نیستشان مونی باز میآیند میگویند که نیستم موندی هرچی بود نیستشان میمونم نیستم معلوم میشد که نیستشان موندن در تو خوش شفیم حیدر شو نیست تست کن قریب نیستم نموندم گذشته چی؟ باز دیر میکنم میگه استوجا ممکن خالو سمندر نیست رمزه و سعادت در کجا میگرده؟ نیم ساعتی در گذشته است من با این 4 نفر چی درس میدیم؟ گزارش چی نمه تو؟ حضور استاد گزارش چی تست؟ گزارش چی نه؟ تست کنه تمام ها؟ همه درس آمده است؟ نه استاد صدیر محمد به درس نآمده است وای داریم با درس های من دیر میکند حالی آید من میدونم با آن چیکار کنم وظیفه خانگی ما چی بود بچه ها؟ کی میگوید؟ خیلی عمر خیلی؟ زبان مهمترین واسطه علاقه بین مردمان است آفرین شین خب با درس کی تیار است؟ یگان کس تیار نیست؟ باز بپرسم با درس کی تیار است؟ هیچ که با درس تیار نیستم؟ کن نبی اجاد خیلی؟ با درس تیار هستی؟ من با تو میگویم با درس تیار هستی؟ نه استاد چی؟ نه؟ چی خیلی نه؟ من وظیفه خانگی رو برای چی میدیم که تیار نمیکنه؟ شما به سوادا و این اخلاق رو در آینده چیکار نکنه؟ چی فایده میاره به جامعه؟ نبی با این ناتیاری کم سوادی آینده تو چی میشود؟ با این اوهام در آینده تو کی میشوی؟ معلم چی؟ معلم؟ آقای تو با این بسوادی باز معلم شد باز تو با این احوال معلم میشوی؟ آقای تو با این بسوادی چی خیلی معلم میشوی؟ آقای برای معلم شدن سواد در کار آقای تو سواد نداری برای معلم شدن و مثل من خواندن در کار مینه سر را آب کردن در کار با تو معلم بشته اشین جای با اصلا استاد در مادر میگی 5 دقیقه بزن مونده است نه میآیم اینجا بیا پیش بیا لندهور در کجا میگردی؟ در کجا میگردی؟ چرا تو فقط درسای من ده نکنی؟ گمزم برای چی؟ برای چی فقط درسای من ده نکنی؟ گمزم چی درسم برای که اون مسخره بازی هست؟ گمزم درس من برای تو خوراکی میخوره نیست خواهی میخوری نخواهی نمیخوری گمزم تا که این کار رو دوام بدهی مکتب که اومدی و قانون و قاعده اجرا یک کن فهمیدی مرا
حالا یه احوال رو ببین معلم با تو میگویی که معلم بشوم. دیدی کاری معلم خیلی دشوار است. در این حال چیکار نکنی با این لندهور؟ کویگان تفسیر ده معلم؟ استاد جان اجازه بدهید من نشون دیم آینده چه خیلی معلم بشوم. چی؟ میلش مرحمت. عمر جان یک کرسی بیار. میلش. از ما بداری؟ میلش. السلام استاد جان، در اومدن ممکن؟ البته بیا کن اینجا ماما جان. چی خیلتون؟ نفس؟ سلامت استاد. سلامتیت خوب؟ بله. آفرین. هم ماما جان برای چی بلازر کردی؟ استاد جان چه خیلی باش بفهمونم. هم ماما جان چی شد؟ یکون گپ شده است؟ استاد جان من در خانه یک مادر بیمار دارم. پدر یا برادر ندارم که به من کمک کنم. من هر روز از سحر تا نصف روزه در بازار اسفند دود میکنم تا یک چند سامان جمع کنم و برای دارو یا یکم چیز خوردنی برای مادرم میخرم. سببش در همین است. من هر روز از درس کم دیر میخونم.